سلام دیگر بار برای شما گوش کردین که آوازی کی برآمد که سال گذشته همین شب روز با فرمان اینا یک خدازاده پیومسکای یا آدم کش یک ظالمه با فرمان همه در ترکیه را کشتن. این مرد تاجیک بود. گناهی برای پشتیگیری شما هموطنان عزیز، برای دین اسلام، برای مال شما را عملی ندزده، برای عملی شما را ظلم نکنه، گناهش همین بود. برای همین کشتنش. دیگه برای یگان گناه دیگه نداشت. اما شما گپاش را تازی را گپای استاد است. این مرد قهرمان عملی اینا الله یکتا شاهده تا چپا میشه نه بعد 6 تا شویر در صورت خدازاده صورت حرام تمون دایکو امر نابود میکنه صورتی نمیاد در موبایل وارکه زنش گوش کردین حیاتی زنش سوزون حیاتی خچ سوزون 5 6 تا فرزندش بگیم پرستیش به پدرمون به غرض به حد و به حساب حیاتی کودکاشون هم میسوزونه به شوهرشون میمونه به پدرشون میمونه این صورتش است و این مردم حرکتش همین بود که همین دزد همین نامرد همین کثافت ای تاجیکستان نابود شود تا قومت تاجیکستان قومت تاجیکو بلند شود دین هم آزاد باشه ننگ و ناموس هم مال و ملک همتون آزاد باشه آزادانه زندگی کنید برای همین حرکت کرد این اومالی میترسه این آواز ایرا کشتی اومالی ایرا کشتی مرا کو نکشتی کو این من موندم با مبارزه یا بارا زیادتر شدم مگر همه اینا را بکشی که تو کشته نمیتونی تو میخوای که اسلام خاموش کنی مردم تاجیکستان از ظلم کنی نابود کنی دیگه الله یکتا ما را هدایت کردگی ما برزی تو گپ میزنی ما را نمیتونی کشته ما را هم بکشی با خداوند با زنده میکنه انتر یادم ما را با جوانای میبرن که میگن تو خدازاده تو حرامی تو آدم کشی این آخی خونه خدا رفت خونه خدا را حرام کرد آدم کشته که جا خونه خدا میره وقت مسجد را محکم میکنی مسجد همین کعبه خونه خداه تو زور نه سگنه خدازاده هم کعبه را محکم میکنی باور که حرکتای ایکات کو امامالی ترسی اگر خداوند مهربان در نصیبش نمیبود ای دست همین کثافت همین نمیمرد اونا سلیمان قیوم فدیدن حبس ابدی پاجیزش نودانش برای خدا و زناورا خوبش کردن برای سبب شد که امیرا ای باین برد اگر این میبود که به خدا قسم این گپوش گوش نیز افسوس اگر گپ خطا نمیگه حتی درباره خودش هم نمیگه که مقصد ما باید وظیفه بگیرم که برای ما بخیزه میگه که برای ما نخیزه برای خودتون برای نام ناموس برای دین خدا بخیزه که در حال اگر بگیم شهید اعلی برای نام ناموس حدیث پیغمبر است شهید میشه برای جان و مال شهید میشه حتی برای اسلام اینا برای اسلام گفت شهید میشه کسی میگه شهید است دروغ میگه برای که یگان صفتی منافقی یگان صفتی بد یگان رفتاری بد یگان گفتاری بد نداشت همش 100% بود برای همین دوستای عزیز آگاه شین مکر از حیله آدمکش قاتل آگاه بشین که لبای کسا نمی بدبخت کشتنیه لبای تنمی توجیکو شما را کشتنیه شما را که ما ورزیدش گپ نمیزنیم ما را هیچ نمیگه لبای تتا میکشه امامالی رمان هیتلر تو قاتلی رمان تو قاتلی رمان تو قاتلی